شام بخیر. نام من لوید وزدی. من از تانزانیا هستم. میخواستم مینه‌داری خود را به شما برسانم برای چنین امکانیت. من یک سوالی عادی دارم. میخواستم نظر اسلام را نسبت به دادن شانس دوم به آدمان را بدانم. چون که من باوری دارم همه آدمان خطا میکنند، اما ما عملهای آنها را یک خیلی حکم نمیکنیم. اگر شخص تیره‌زا را شکند یا کسی را زخمی کند، این را فهمیدن ممکن است. اما گپ دیگر این که شخص زنا کند یا کسی دیگر را به قتل رساند. من فقط میخواستم بدانم که درجه این جنایت ها چقدر بها داده می شود و اسلام این گناه ها را چقدر شرح می دهد. این برادر سوالی خیلی خوب داد. نظر اسلام برای امکانیت دادن شانس دوم بر آدمان. اگر شما به قرآن و حدیث ها نظر کنید، خداوند مهربان نه تنها شانس دوم بلکه صدها امکانیت اصلاح شدن را می‌دهد. خداوند در قرآن میگوید از رحمت خدا ناامید نشوید، حتی فکر هم نکنید که خداوند شما را نمیبخشد. برای همین هر یک سوره قرآن غیر از سوره توبه با چنین جمله: بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان شروع می شود. ممکن شما یکی از بدترین گناهکاران باشید، اما فکر هم نکنید که خداوند شما را نمی بخشد تا آن دمی که تو از کرده خود پشیمانی. همزمان در اسلام شرط های معینی توبه وجود دارد. اگر شما گناه کردید و توبه کردید، با رضایت خداوند شما را می بخشد. شرط اول، گناه کرده اتون را همچون گناه اقرار کنید. دوم، شما باید تکرار گناه را منع کنید. سوم، اگر چنین گناه را اصلاح کرده توانید اصلاح کنید. چهارم، شما باید کلا از چنین گناه ها دست کشید، یعنی به گناه خود اقرار شوید، تکرار این گناه را بس کنید. اگر امکانیت باشد گناه را اصلاح میکنید و هیچ وقت به چنین گناه باز نمیگردید. مثلا اگر شما دزدی کردید، پس شما اقرار شوید که این گناه است، از دزدی دست کشید. اگر امکانیت برگرداندن داشته باشید، برگردید و هیچ وقت به دزدی نزدیک نشید. اگر گپ در سر زنا رود و گناه بودن چنین عمل اقرار شوید، از چنین گناه دست کشید و در نزد خدا توبه کنید، چون که شما نمیتوانید چنین گناه را اصلاح کنید و هیچ وقت با این پلیدی نزدیک نشوید. شما جزای قتل را چخیر میفهمانید؟ بسیار سوالی خوب. سبب جزای قتل برای آدمان زیناکار در چیست؟ گپ در سر آن است که زیناکارا در آن دم جزای قتل میکنند که اگر 4 شاهد به چشمان خود چنین زنا را دیده باشد، اگر 4 شاهد صادق تصدیق کند عمل زنا را، تنها در این صورت زناکار گرفتاری جزای قتل میگرد. و با معلومات شما میرسانم که در طول حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها 1 یا 2 نفر گرفتاری چنین جزا گشتند و این نفران خودشان طلب جزا خواستند. خودشان به نزد پیامبر آمده و به زنا کرده خود قائل شدند. زنی به نزد پیامبر آمد و از او جزای گناهش را طلب، اما پیامبر این زن را برگرد و این زن باز به نزد پیامبر آمد، اما پیامبر فرمان داد که بعد تولد فرزندش بیاید. پیامبر عمل او را به تأخیر گذاشت، لیکن این زن استوارانه طلب جزا میکرد. تنها در این حالت پیامبر فرمان عمل جزا را داد. بعد فوت او یک شخص نسبت او لعنت خواند، لیکن پیامبر گفت او توبه کرد و اگر توبه او را به استقامت کنندگان مدینه تقسیم کنیم و همه آنها میرسد، این معنای آن را دارد که او خودش جبران گناهش را انتخاب کرد تا آنکه پاک شود و داخل بهشت شود. در طول حیات پیامبر یگان واقعه نیست که شخص را به شاهدی 4 نفر جزا دهند. یک چند واقعه بود، اما در این حالت ها گناهکاران خودشان طلب جزا خواستند و حتی امروزها در سعودی من نمیدانم یگان حادثه جزا را با شاهدی 4 نفر قرار برآورده شود. این جزا تنها در آن حالت به عمل درآورده می شود که اگر زناکار خودش طلب جزا کند برای پاک شدن از گناه. مقصد این جزا پیشگیری از آشکارا زنا کردن، برای آنکه آدمان زنا را آشکارا نکنند و بدانند که زنا گناه نفرت انگیزی است، که زنا یکی از 10 گناهان کبیره به شمار می رود. اگر شما زنا کردید، این بین شما و خدا است. توبه بکن و دیگر به زنا نزدیک نشو و خداوند شما را میبخشد. اگر این گناهان را تکرارا عمل کنید، باز توبه کنید. اگر تو راست قول و در توبه صادقانه باشی، پس خداوند تو را میبخشد. این چاره بینی باعث حمایت جامعه از فحش و فاحشه‌گری میباشد. زنای پنهانی هم یکی از گناهان کبیره میباشد و از عمل چنین گناه احتیاط کنید. اما این حالتهای خصوصی است.
و شخص معین را دخل دارند. بنابر این همه جزاها در اسلام شرطهای معین دارند و خداوند میگوید اگر گناه انسان به مانند کوه زیاد باشد، اگر این شخص توبه کند، خداوند گناههایشان را میبخشد. خداوند بخشنده، سخی، رحمدل، مهربان، هر گناهانی که شما میکنید او میبخشد. برای همین طرز حیات خود را عوض کن، توبه صادقانه کن و با رضایت خدا تو یکی از باشندگان بهشت فردوس میشوی. تشکر زیاد.